سوال 8 از مجموع جمع‌بندی فیزیک و این بار سوالی از آونگ. کلا وقتی که توی سوالی آونگ میبینیم معمولا دو نوع سوال مطرح میشه، یا اینکه سوال در واقع راجع مبحث کار و انرژیه، یا اینکه مربوط میشه به نوسان، به خاطر اینکه آونگ حرکت سیمپل هارمونیک داره یا حرکت نوسانی ساده داره، که حالا ما اینجا فارغ از اینکه سوال چه بحثی باشه به همه فرمول ها میپردازیم. گفته که پندولوم یک آونگ که حواستون باشه کلمه مهمیه با جرم 10 گرم رها میشه توسط یک نخ 50 سانتی متر که حالا میگه سبکه و در واقع این اکستنسیبله. حالا میگه که این رها میشه از در واقع from rest، یعنی از سکون، از پوزیشن X، و گفته که از ما پرسیده که سرعت این وقتی که از پوزیشن Y عبور میکنه چقدره، یعنی سرعت رو تو نقطه Y از ما خواسته و حالا G رو به ما 10 داده و به این شکل و از نیروهای استکاک و مقاومتی هم صرف نظر کرده. خب کلا بحث آونگ خیلی مهمه. پوزیشن Xی که ما اینجا میبینیم در واقع به این شکل هست که طبیعتا سرعت ما اینجا صفره. و نکته اول، اگه میخوایم این سوال رو چون از ما سرعت رو در واقع خواسته که در پرسیده، ما این رو میگیم در واقع بحث انرژی بریم. میتونیم از بحث کارم بریم، میگیم که W مثلا مساوی میشه با تغییرات انرژی جنبشی و از اونجا میگیم تغییرات انرژی جنبشی مساوی با کار نیروی وزن. ولی این بار میخوام با فرمول در واقع انرژی بریم این سوال حل کنیم. خب نکته اول، وقتی میخوایم با انرژی بریم اول باید یک نقطه ای رو، یک جایی رو به عنوان مبدأ در واقع مبدأ ما در نظر بگیریم که انرژی گرانشی رو بر حسب اون حساب کنیم. یه مبدأ گرانشی رو اینجا باید، من اینجا میگم وای چون در واقع پایین ترین نقطه ممکن ما هست، وای رو لحاظ بکنیم که مبدأ انرژی پتانسیل ماه. حالا بریم سراغ حل سوال. خب نقطه X نقطه Y. خب اینجا طبیعتاً انرژی اتلافی هم در واقع نیروی اتلافی هم نداریم. بریم سراغ حلش. میگیم که E X مساویه با E Y که میشه در واقع انرژی مکانیکی. E X مساویه با U X به علاوه K X مساویه با U Y به علاوه K Y. خب همونجور که میدونیم K X صفره، سرعت ما صفره و اونور Y هم چون در واقع روی مبدأ ما میفته ارتفاعی نداره، یا در واقع هیچ ارتفاعی براش مطرح نیست چون مبدأ ما اونجا انتخاب شده، پس Y هم صفر میشه. در واقع سوال در واقع جواب میشه U X مساوی با K Y. اما این نکته ببینید، ما میتونیم در واقع از این یک چیز دیگه هم بفهمیم. U X U ماکسیموم ما هست تو اینجا. اگه ما مبدأمون Y باشه U X ماکسیمومه و انرژی جنبشی Y هم ماکسیموم میشه. یعنی کلا حالا میتونیم بگیم U ماکس مساوی با K ماکس. این چیزی که به نظرم مفهوم مهمیه که باید حواسمون باشه. یعنی پس اینجا میفهمیم که نقطه Y بیشترین سرعت و بیشترین انرژی جنبشی رو داره تو کل این حرکت نوسانی ساده. حالا بریم سراغ حلش. U X چی میشه؟ U X میشه mg هاش. mg و هاش ما ارتفاعی که داره اینجا هستش، میشه هاش، که من میگم هاش ماکس چون اینجا بیشترین ارتفاع نسبت به اونجا نسبت به مبدأمون داره، مساوی با کای وای. کای وای هم که 1/2 m v به توان 2. v2 رو داده؟ نه، از ما خواسته، پس v به توان 2 میتونیم بگیم v y به توان 2. خب اما با هم خط میخورم، میفهمیم که اصلا ربطی به جرم نداره. اما بریم سراغ اون ور، میشه 2g هاش ماکس مساوی با v به توان 2. اما باید حالا اینجا اون hمون رو یا همون هاشمون رو به دست بیاریم. چجوری حل کنیم اینو؟ خب اینجا باید یک دقتی بکنیم. من اینو یک امتداد میدم، نقطه x به سمت راست امتداد میدم. اینجا که 50 در واقع سانتی متره، اینجا هم که خودش ما داده، این در واقع طول به ما داده 30 سانتی متر.
خب یک مثلث قائم الزاویه و فیثاغورس و 50 که بدتر 50 30 40. پس این تیکه به دست میاد 40. پس این تیکه ما که من قرمز میکنم میشه 40. این میشه 40. خب این که شد 40. طول کل این استرینگ ما که اون نخ باشه مگه 50 نبود؟ خب این بالای 40 پایینی چند میشه؟ پایینی میشه 10 سانتی متر. خب پایین 10 سانتی متر هم مساوی با اچ ما هست دیگه. به همین شکل تموم شد. پس اچ میشه 10 سانتی متر. این بالا می نویسم. بریم سراغ حل سوال. خب حالا اچ که 10 سانتی متره، از اینجا 2 جی 10 اچ 10 سانتی متر 1 دهم مساوی با وی به توان 2. این با این خط میخوره. وی میشه رادیکال 2 متر بر ثانیه که وی ما مساوی با وی ماکسه با توضیحاتی که با هم دادیم. پس گزینه A میشه. اما بریم سراغ در واقع حالت هایی که از ما نپرسیده که ممکنه تو آزمون آیمت یا آزمون های دیگه مطرح بشه. خب بخاطر اینکه این حرکت نوسانی ساده است، در واقع این جسم ما، این آونگ ما در واقع از نقطه X حرکت میکنه میره Y، توی Y بیشترین سرعت رو تجربه میکنه و از اونجا میاد میره دوباره به این نقطه ای که حالا من میگم X پریم، اونجا هم سرعتش صفر میشه و به قول معروف سوینگز بک میکنه، یعنی حرکت رو در واقع برعکس میکنه، میره برمیگره به جای خودش. خب طبیعتا چون این حرکت نوسانی ساده است ما اینجا دوره تناوب و در واقع اومگا رو ما اینجا مطرح میکنیم. فرمولاش هم خیلی مهمه که ممکنه مطرح بشه. خب دی تی، بریم سراغ تی چی میشه؟ میشه 2p رادیکال ال جیوم. این دوره تنوع ما هست. ممکنه مثلا از اون سوال بپرسه که مثلا توی چند ثانیه این آونگ یه دوره کامل میزنه، یعنی به جای خودش برمیگرده. خب باید اینجا به دست بیاریم تیو، باید به دست بیاریم دیگه. ال هم که در واقع همون لنگث، همون طول اون نخی که به آونگ وصله. جی هم که شتاب گرانشیه و 2p هم که حالا میده و حل میشه. اما بریم سراغ اومگا. خب اومگا هم که گفتیم 2 پیتیوم اومگاه. تعریفش هم خیلی در واقع واضح بود دیگه اومگا. و اما وقتی که اومگا 2 پیتیوم باشه میتونیم مثلا اینجا اگه بیام جاگذاری بکنیم تی رو بذاریم 2 پی اومگا اوم، اومگا به دست میاد رادیکال جی الوم. و این دو تا رابطه خیلی مهم که ممکن بود این سوال اصلا از اون صورت رو نمیخواست و فقط میومد زوم میکرد به خاصیت نوسانی ساده‌ای که ما اینجا با هم تحلیل کردیم.